سلام، خیلی خوش اومدید. مثل همیشه خدا خواستیم و خدا ما را خونه آورد بیرون، گفت بیا بیرون در موردش صحبت کن، در مورد هر چیزی که حالا قرار صحبت کنیم. و همین الان یه موضوعی برام اومد که نظرم موضوع مهمیه. خیلیا بهش برمیخورن طی زندگی، طی روزایی که هستن، مسائلی که براشون پیش میاد و اینکه چیزی نیست که یکی تو زندگیش بگه نه برای من تا حالا اتفاق نیفتاده. 100% برای هممون اتفاق افتاده و خیلی وقتا جهتمون رو مشخص تر کرده و خیر توش بوده. کلیات ماجرا اینه که شک داشتن در مورد به این که خداوند در زندگی ما نیست، شک داشتن در مورد به وجود و حضور خداوند تو زندگیمون، یا شک داشتن در مورد خود اصلیمون. حالا به شکل‌های دیگه هم تو زندگیمون شک همیشه میاد، که میخوایم یه کاری بکنیم شک میاد نمیذاره، یا یه چیزی تو وجودمون میاد که انجامش بدیم بعدش شک میاد که نکن، اشتباهه، درست نیست، غلطه، نکنه غلط باشه، نکنه اشتباه باشه، نکنه درست نباشه، نکنه. میدونی چیزی که هر کاری میخوای بکنی یه شکی برات میاره، این اون میخوام برم این کارو کنم شک دارم، انتخاب نمیتونم بکنم، همه شک مثل یه کنه میمونه که تو وجود آدم میفته و اینکه احساس ما رو بد میکنه و اینکه آرامش ما رو میگیره. این شک هم خب همونجوری که مشخصه یه موضوعی که از ذهن ما میاد، یعنی ذهن ما شک رو تو وجودمون میندازه. ذهن ما شک تولید میکنه، یه چیز توهمی که حقیقتا به درد نمیخوره. شک و ترس و ایجاد اضطراب و حال بد و همه هم پشت هم میچینه که تو نتونی زندگی کنی. داشتم نگاه میکردم، این شکه همیشه میاد هر چقدر رو خودت کار کرده باشی. مسلما وقتی خب تمرکزت روی این موضوع ایمان بیشتر باشه شک خیلی کوچیک‌تره تو وجودت، ولی میاد که تو رو گمراه کنه، میاد که به خداوند تو ذهنتو شکل بده، میاد که اسمها بذاره و داستانها درست کنه از خداوند تو ذهن و وجودتو، و اینکه حال تو رو بد کنه از اینکه خدا وجود نداره، هیچ سیستمی این جهان رو نمیچرخونه، تو هیچ ارزشی نداری، و پیوست میده به هزار یک مسئله تو زندگی که ایراد از این داستانه، از اون موضوعه، و میخواد حال تو رو بد کنه به واسطه این داستان. هر چقدر جلو میریم، خب وقتی رو خودت کار میکنی، تمرکز میکنی که خداوند کارها رو انجام بده، ذهنم بیکار نیست، ذهنم از اون ور تلاش میکنه که تو رو برگردونه به مسائل قبلیت. همین ویدیو گذاشتن من شک تولید میکنه که، یا خستگی میاره که خسته‌ای، حالا ولش کن، نکنه اشتباه باشه، نکنه ایراد داشته باشه. تو وجود من همین شک رو میاره، نکنه این چیزایی که میگی. میدونی این چیزها رو همه رو صداها تو سرت میاد، با اینکه کل زندگیت اینا رو تجربه هم کرده باشی، کلی آموزش دیده باشی، کلی تجربه شخصیت باشه تو زندگیت، خداوند دستتو گرفته اونجایی که دیگه هیچ راهی وجود نداشته و ازش خواستی کمکت کرده، دیگه هیچ کسی نبوده، خداوند هدایتت کرده. و اینکه
این ترسه، این شکه مستقیما از ذهن میاد. یعنی میگن شک برادر مرگه یا ترس برادر مرگه. واقعا همینه. ترس و مرگ و شک همه ذهنن، همه از من ذهنی میاد. و اینکه تو مسیری که میخوای شروع کنی و بری، ممکنه تو هر مسیری بیان و بخوان اذیتت کنن، ولی میدونی وقتی بهش نگاه میکنی و برمیگردی تو مسیر که ایمان برمیگرده تو وجودت، مسیر خیلی برات واضح تر میشه و الگوی شک و متوجهش میشی. اگه مثلا قبلا یه هفته درگیر شک بودی، یه روز درگیر شک بودی، این الگوی کمتر و کمتر میشه، درگیریتون میشه 1 ساعت، نیم ساعت. یعنی که باز برمیگه تو مسیر زندگیت پرقدرت‌تر میری جلو و از خداوند میخوای که کمکت کنه و نشونه ها رو برات واضح کنه تو زندگی و به جای تو حرف بزنه عمل کنه و فکر کنه و به تو بگه و حرکت ایجاد بشه. و این ذهن هم ایراد نداره که این کارو میکنه. ما قرار نیست ذهن رو کنترل کنیم یا ذهن رو خاموش کنیم یا بگیم که شروع کنیم مقاومت در مقابل ذهنمون. نه، اینطوری نیست. این که تو میگی اشتباهه، مقاومت، هی جنگ، ستیزه، داستان، نه، باز همون ذهنه، باز شک قوی تر میشه. ما بهش نگاه میکنیم و ازش عبور میکنیم و میگیم شکی، خب باش، مسئله ای نداره. اون فضا رو ایجاد میکنی که شکم بیاد و بره. ولی وقتی بهش بچسبی، وقتی مقاومت در مقابلش داشته باشی، وقتی بخوای به اسم کنترل حفظش کنی، قطعا به مسئله میخوری. هر چیزی رو بخوای کنترل به اون معنی کنی، به ضد تو میشه و قوی تر میشه اون داستان تو وجودت. ولی رهاش میکنی و ازش عبور میکنی که خب من نسبت به توش مقاومتی ندارم و میگذری و ایمان قوی تر تو وجود تو هست. خداوند هم صداش از ذهن خیلی بلندتره، صداش از شیطان خیلی بلندتره و دستتو میگیره و کمکت میکنه که حرکت کنی، مخصوصا اگه طلب کنی ازش، بخوای و به معنی واقعی کلمه بخوایش اجابتت میکنه. یعنی تو زندگیت دستتو میگیره و میبرتت و تو بهترین مسیر تو رو قرار میده تا بری جلو. ولی این شک در مورد همه چیز ممکنه بیاد. ورزش میخوای بکنی، شروع میکنی تو ذهنت حالا نه این فکر نکنم مناسب من باشه این ورزش، نمیدونم برم نرم، فکر کنم اگه برم اینجوری میشم اونجوری میشم. هی شک میندازه تو وجودت، هی از اینکه حرکت کنی و اینکه انجام بدی تو رو عقب میندازه و میخواد توی اون حاشیه امنی که خودش همه کارا رو میکنه و تو مسخ اونی بره جلو. و لابلای اینکه حرکتم میکنی میاد تو ذهن تو، وجود تو، اینا که خب چرا حالا که تا اینجا اومدی ولش کن، حالا برگرد. میدونی یعنی این موضوع میاد و حضور ما و ایمان ما و حرکت کردن ما با جایگاه درست، با جایگاه خداوند وقتی باشه، صدای میاد میخواد گمراه کنه ولی خداوند دست ما رو خیلی محکمتر میگیره و میبره جلو. یه وقتایی هم ممکنه خب شک غلبه کنه و تو برگردی به اون داستان، ولی ایرادی نداره. اگر این اتفاق هم افتاد بدون که قطعا میتونی پرقدرت تر برگردی، مسیر زندگی تو ادامه بدی و هیچ چیزی جلودار آدم نیست وقتی با خداونده. تو وقتی به نیروی کل وصلی، به نیروی خرد وصلی که اصل خودته، وجود خودته و همه چیز رو ریز تا درشت درون خودش قرار داده، فضا داده و این فضایی که وجود داره، حالا چه درونی چه بیرونی،
پر از همه چیه و این فضا بی نهایته و 99 ممیز 9 تا 9 جلوش فضای خالی وجوده و 1 ممیز 9 تا 1 جلوش فقط این وجوده که حالا یه وقتی به شکل ذره ببینیش ذره است، وقتی به شکل موج میبینیش موجه. یعنی انقدر وسیع و بی نهایته که این درصد ازش به شکل تبدیل شده و فضایی که وجود داره فضای خداوند. عظمت اون ببین چقدره که در حوزه شکل فقط این همه وسعت داره، این همه کیهان و کهکشان و در فضای بی شکل حضور داره و کل همه اینا همه اوست. همه چیزهایی که میبینی و نمیبینی خداونده و اینکه ما ایمان میاریم در واقع به خودمون، توکل میکنیم به خودمون، توکل میکنیم به خداوندگار وجودمون، به خداوندگار هستی و به یگانگی پروردگار و چیزی از جدایی از ما نیست. وقتی ما تو کلمه میایم دوتا میگیم ولی یگانگی وجود داره، یک پارچگی وجود داره در وجود ما. عمیقاً خداوند در وجود ماست و در همه چی. و اگر هم شکی ما توکل میکنیم و از خداوند طلب میکنیم که خدایا شک تو وجود من میاد، کمکم کن که مسیرم ادامه بدم. و 100% اگر واقعی در درونمون بخوایم خداوند برای ما همه چیز رو رقم میزنه، واقعا اجابت میکنه هر آن چیزی که تو میخوای و هر خواسته ای رو بخوای که تجربه کنی تو رو به سمتش میبره. از رابطه خوبه، از عشق، از حضور خودش، از ثروت، از بودن، از زندگی کردن، از آزادی تو هر حوزه‌ای، معنویت، تو هر چیزی بخوای هدایتت میکنه و دستتو میگیره و کمکت میکنه و نیاز نیست ما کار خاصی به عنوان ذهن انجام بدیم. خداوند به ما میگه و ما حرکت میکنیم و نشونه ها رو میفرسته و ما به سمتش میریم. و شک هم یه جورایی به ما خدمت میکنه تا مسیرمون مشخص تر بشه و اینکه یاد بگیریم به شک مثل چیزهای دیگه ذهنی نگاه کنیم و ازش عبور کنیم و باش یکی نشیم. و همه چیز تو این جهان باعث رشد ما میشه، حتی همین شک، حتی خود ذهن، همه چیز ما رو به سمت خداوند هدایت میکنه. و اینکه هیچ وقتم نمیتونیم بگیم دیره برای اینکه به خداوند برسیم. هر لحظه تو زندگیمون که بخوایم، هر بار که میگن توبه شکستی بازا، حالا این کلاسیکیشه، ولی هر موقع خود حقیقیمون رو طلب کنیم، خداوندگار رو بخوایم، خداوند همون لحظه همونجا هست و اجابت میکنه همه چیز. امیدوارم که این موضوع کمکتون کنه و باعث بشه که پر انرژی تر برید جلو و اگر همه چی از خداوند شروع بشه و از حضور خداوند تو زندگی ما باشه 100% درسته و انرژیش خوبه و خیلی عالیه. مرسی، خداحافظ.